جلسه دوستانه و وجود کردن خودتون این جامعه اسلامی شما در نظارتی آموزشی موضوع مدنیتی باید باشی معلومات نیست و خطور کسی بزن کنید کسی خود نگیش کنید حالا بزنه که خودی دعوای کسی باشید یکی فرمتی دستی همون سایده فرمتی دست دادن همون اسلوبی که معلومه دست دادن فقط در بابر زمان سیایی قبول نیست قبول لیکن حوضی متاسفانه معلومات بکنم در قوت زیاد خواست میکنم لیکن متاسفانه نشان در مدینتی وقتی کسی نسی مردم متاسفانه در جواب این کلوک زیاد در بیرون میگیرن این کلوک میگیرن کلو میگیرن اصلا میشه بازی با کلوک بکنه نمیشه اما باید کلوک مدینت کنیم از جواب کلوک احساسی آسانه کسی میگیرن احساسات مدینت را وجود داشته نمیشه اگر مدینت را وجود نداشته مدیتی وقتی کار نمیشه یعنی این معنای نداره که معلومه ما شخصا اگر آینده در خود خدا هم باقیت را باید رمز معلومه را میگیریم یک بریز معلوم صبح جامعه شدن کدام خاطر که اون مستقصد باید بیان دیگر خاطر همین حساب نکشمان دیم روز باشی کنم که کسی با حدیث رسیده کنم شد روان ممکنه شد روان ممکنه برای که ما طور لازم که اصلا شد شمت کنم میدونی طور لازم طورهای جنبه همون سواده های دشمن جهاد میکنه طوری که جنبه خود که بگه مکستان، مالی مکستان، زمان مکستان متفضل مکستان اینا همه تفضل جاوه ایمان این جاوه نداشت یعنی که چی قدر دینی آدم یک طلبای جاوه قدر خطر اون شما که اگر در حال مدارد جدر میشه شد اون دو جمع شد همون رو میکن دیگه که دیگه که در جنبه اون رو هم رو میکن دیگه چیزی وزنی که وزنی مهم است که همه روزان چیزی که وقت شیران بسیار روزان آینا آینا میکنیم مقدم داریم آینا و مقدم همین آدم حالت احساسی آدم مهم این مقدم آدم آدم خودت میکنیم که تمام بکنیم حدیث دیگر مثلا نحن در یک کمپاین در یک زندگی میکنم همین قانون تربیت همین ملاقات و تربیت اصلا مثلا هزار مدار وقتی زمان بکنید باید تربیت اصلا بزن میشه دیگه بزنیتی و بزن میشه اگه تقریبا به دیگران تربیت اصلا بزن اصلا من این حساب معلوم بودن باید تربیت أخذ الإنسان بالجنة ممكن تصوف نفسه معنى همين إنه أخذ تصوف أعداد بسيطة من تصوف جماعة لا ما في التصوف من جميع التصوف ما في التصوف اگر ما اطلاع دادیم که یکی قبول نکنیم فرمان سایی همون کسی که متغیر باشید معلم مرکز یک بزن مجموعه رسیم اثبات نمونه مجموعه نمونه طلب مرکز کنیم و اطلاع مرکز کنیم معلم مرکز لیکن وقتی معلم کفان مثلا مخصوص زیاد میشه چیزی که زیاد میشه یک چیزی
işte müdürün malum ne onu biliyor kendi namusuna sorarsa kadar böyle şahs müdürler mayyekat konular ama bu kadar rastlantı takılıyor mayyekat anlamı ama bu zaman var ve o sana rastlantı manaları ki yani bu kadar bir müdürün diyelim o yüzden onlar ve muhakkak tabii üstün şeyleri bu çok güzel uğraşma olmalı. Abi, çok rahat olacak. Çok zorlanıyor. Mutluluk. Böyle o zaman
برای جوانان خبر من رفتن خبر اینه که به هر حال برابر ما Adiós. Tamam abi.
kadar bulunmak ya barolarda mesela değil mi? Absolutely bakabilirim. Her şeyi görüyoruz. Bu yine İngilizce وهو صار حاسا معقول الحضور الصورة يمكن معمولة بس ما كان جاي من تيجي أخيرا في معلومة ما بعرف يعني كان كده بعد كده جوه بعد صار كذا منزل في الله مرة مفهومة في الصورة ده أكثر أو موجود معه من مفهوم المدرب اللي كانوا كل اسمه كويس طبعا ده نفسه طبعا ده دينا بدينا فكروا ده كمان دينا ما هو ده يقول نفسنا ما هو تنيني ما هو رقمنا نقول هو مثلا هذا ده دينا بدينا Tamam. Dedrom manası. Nazmi mana var ya. Nazmi soruna doğru. Nazmi muhakkak nazmi şahsi nazmi takipçi doğru. Ama bu nazmi hiç tabii ismına muvaffak olmuyor. O yüzden mahkum nazmi bütün meseleleri o muhakkak. Mesela eğer bu nazmi durum ahman قلنا هو السؤال عن التحقق مش هنعمل قلنا هو لكن الزوجة جديدة وبالصرف ده فبعض تأكل بعض خير این شد سعیدی اولی توقف کنه منامونه بدرسی باید نامونه باید کنه بیو ریسمالوژی بیو مدیسین ریسما مدیسین سیلو مدیسین اخوفناک نه واقعا که بیماری ما هستیم ولی توقفی ما توقفی این سوال دوست مهمی اصلا پلیسا
همین پسیکولوژی رو ما دستی ببریم باز نمی‌برم ما همین پسیکولوژی رو دستی بریم این یک اصلا تصور کنید شما را که قبل از این مشکل هستید شما پسیکولوژی رو دستی بریم این 10 ساله هم برده ما بردیم باز نتیجه داد ما را امکانات دادن که استودنت‌ها را درس کنیم از خود یگان اینستیتوتی مدیسینسکی امکانات ندارد که پسیکولوژی را این طرف خاطراتی را داره آموزد ما این نوارد کردیم این محنت این کم برآمد کردن مثلا باید بیان جلو همین حالتهایی که هست در حقیقت اگر نگاه کنید مثلا الان می‌بینید کدام دوره مثلا دوره اومده که از خانه طلبه درس می‌خونند در درون خانه تحصیل شد معلوم در طبیعت توی خانه درس این کسر درس بودیشن این طبیعت آمونده شد درس هستید شد الکترون طبیعت شدید سیپین درستی مثلا روز در دنبای نمیشه درس داخلی میشود هم که مثلا بچه مثلا هم جرسان همین میشه همین رو آمد تحصیل کنید اما این انتراکتیوی میشه تحصیل الکترونی واریانتی آموزش ثابت شد این البته اون که باید تو موضوع می‌کنی میگفتیم موضوعی که با می‌ذاریم در حوزه علمی حوزه مثال شایعه دیگر را این باید ولی این حوزه جوابی حوزه نمی‌کنه چیزی وقتی که طلبه هفته هم می‌دونن دو هفته در طول لیکن موقع بعد یک مورد دام گرفتگیش باید 2 ماه دیگه در کار که خوش خبر خبر هم هستی شما بتوانید از این سبب بگیرید مثلا با کارهای هستی کارهای اصلی رو نمیشه کنید مثلا شما برای دکتر میتونستی مثلا ناتراپی پلاستیکن توریستی همین اکسپرهای تستی معنی را کنید مثلا چیزهای تستی آلمهای تراکنشی تا خانگیری شدن این فکرت از درسی بکنید مثلا یه رومانسی نگاه کنید یک چیز در پسیکولوژی میگن دو پسیکولوژی خانگیری مثال بزرگی عطا محمدجانov همچون اکتیور در شد عطا محمدجانov ما نمیزد بعد مثلا ترس چیزی اکتیوری سرد ما خوندم رو پسیکولوژی خانگیری باید میتونید که پریکلیت وقت کنید ما تصور کنید ما برای درس شما با معلم شما نقص آمونده است یک مسئله دیگه پیدا میشود آیا معلم میتواند گذارد برای این مسئله دیگر به احساس یعنی که چندیدی پسیکولوژی کارکرد کردن نخواهی در هر زمان ما بتوانیم که چطور کنیم معینه را بتوانیم که پستیم با همون حالت پریکلیشن مثلا از احساس دارد ما میتونیم بسیار رویت رو کنیم یه اصلی که من خودم پیداگوهم درس میکنم مقابل نفت میگم نفتی خالی به ذهنی که درسته بیشتر متوجه ما شما اشتر بید هست کنیم نمیتونیم درس رو چطور میکنیم درس رو مثلا روی هم نسیل درسته بگیم یا تشکر نگاه کنید یک چیزی دیگر من میگم اگر مثلا نگاه کنید یک مسئله نیست این در تمام تصاویر مکتب‌ها این کار نمید باید مجبور چینامیت رحمت یکان چیز خودش ریدو مکتب وقتی که پیشنیاد این یک طرف دویم نگاه کنید برای که دست برای شما مشکل میشه از یک این یک مسئله دیگه که بسیارا را خودشان بسیار زیاد نیست از جرستی برای اون که ما خود اداره کنی سیلفی را به وجود نکنیم خود اداره کنی فرق میدنی اکسپریمنتال همیشه خود اداره کنی سیلفی را راه و حقیقت سه طریق اداره کنی یه همه دور شورایی همه بود کن مثلا روزای بود که مسئله اداره کردن طلبه ها خیلی اداره کردن خیلی طلبه درسان رو گذاشتن
یکی همه هر اسلوبی هر گونه رو جمعی سوای مورد رو بورید کرده حالا خود شده میگردن چی معنا داره؟ برای شما بگوستم که سینون چیستگی یکم کشنها در معلومه مجبور است که خودش کار کند یکم چه پنجم از کند اداره کند سیستم اگر که این از طرف شما شاید جزئیات کاری ببینید نامزدی شوردن نامزد برای پدرگوشی چرا؟ میشه دیگر همون همین چی بوده؟ میشه پدرگوشی رو بعد اصلا این اذیت رو می‌بینم اذیت که بی‌سوادی نه اذیت که سیستم است سوادی است راستا بدونید می‌خواهید که سلامتتان خوب شد از دستگیری حلاوت درس خودتون به حلاوت مبادله کنید منم یک 50 تا تقریبا نفسی چیز استودنت دیگر 50 نفر توضیح دارن که درستون میکنن توضیحات در مسائل چیه ما بود خونه میان کنیم بود کارهای اجتماعی برای چی؟ ما اگر ببینم که از این پروگرام حلاوت نمیدارم سبب ناراحت ما نمیکنم از این دست نمیدارم باید چکار کنیم؟ درس با حلاوت مبادله کنیم با وسیله طلبه ها اداره کنیم از چیزی گفتگی کنم هر زمان چیزی که شاید گفتن مجرد خدمات خط کن دلت تجویز دو فلان که چه اتبا در این روزی نستیم شد تقریب نوزید ما میتونید که من مکتب نوادیت هست مکتب نوزید ما یک اکسپریمنت هست فرزنده خودم هست در تنکانه سخت خدمت نماندم که بچه هایی که کنه حلال خونم مخترد میکنم میدونید عملیات میکنم من همون این پرسونالا چی داده در بازجا خوندستان این بچه دیگر هم خریدن سی پرسونالا شد من گفتم یک ترسون نشده ولی من یک تفاقم میتونستم بچه من بخورشم من که بکرده در سر سیبید خدر در سیبید طلبه ها مقصده دیم بکن دفعه روز میکنم من من چیزا رو میگم تو خودتان دیگر نشوید یعنی دیگر نشوید خدا نجات بید ملاک شدی دیگر بکنید بخشید همین میگن که از گب نظرایت شما بسید همون جوال اسلامی شما یک چیزش بسیار مهم است معلوم من شما از طریق تلویزیون هم بسیار میبینم من با شما غایبانه شناخته هستم که میبینم که این کسی بسیار روانشناس خوب هستن همین درباره خواندن تفکر ایجادی بوده نمیدونم جامعه که در این جا چقدر درک کرده این چیزه این بسیار چیزی مهم است خواندن و کار ایجادی برای که بنظری در اون برنامه تیمور زلفقار رو پیاد در تئاتر وای مایکل که عجیب است وقتی که آدم 3 ماه کتاب نمیخونه 3 ماه هم اگه بسیار نه 85% مغزش از فعالیت باز میمونه این از همه چیزی مهم است مطالعه کردن در جامعه ما همه چیز بیشتر نمیرسه و تاثیر عامل دینی بسیار در مفاق است این اصلا شدن در کار ما شما میگید که یارون نمیشه ما سال 2006 این پروگرام برداشته در گزیده ملت نوشته بودم در باطلاق خرافات روی دیدیم همون سالها ما این پروگرام برداشتن اقلا حداقل یک 5 سال ما باید سالهای مبارزه با مقابل خرافات پرستی اعلام کنیم این چیز از ما باید شما بردارید دیگر مسئله درباره مقاله کار ایجادی که من زیاده از 30 تا مقاله می‌نویسم بعد وقتی که انا کنم زیایی بدبختی کار در چی است لازم زیایی نیروی کشورنده نیست یعنی که جامعه دنبال وای نمی‌رود شما از من خوبتر من یک تا مولاد از ساعت‌ها آدم میره منبر از دست ما گرفتم برادر عزیز این بدبختی ای برای زیایی همون سالهای من سال 79 دانشگاه تمام کردم راست در کوهستان کار میکردم اعضای جمعیت دانشجویم چون شما یادآور شدید ما لکچر میخونیم باور کنید در مسجدها صدها آدم‌ها جمع شدن یعنی که برای پس کردن این چیز من این قبلا هم گفته بودم از همه چیز از این ترغیبی همه جانبی جانبینی میاد و این کارا باید برامونی جانبینی علمی بطور بسیار در تمام جامعه برای زیایات با تمام در کار آدمای در کار که دانش داشته باشه این چیزای بسیار مهم است انا چیز دیگه را ببینید من معلمان همه مقاله من خونده بودم من در گزیده امروز 2 مقاله نوشتم درس اندیشه ملی 1 درس اندیشه ملی 2 همونجوری یک نمودی نوعی درس من فکر کردم
باور ممکن به 7 پاییز معلومه نیستن متخصصی که دارن دانشگاه تحقیقات کردن در وزارت بسیارش کاملی نیستن برای این بسیار که ما باید همین از نفس احیا کنیم که زیایی نیروی کشورنده شود یعنی مردم جامعه دنبال زیایی رود چون زیایی شما زیایی هستید من زیایی هستم ما مردم روشنگری هم می‌آموزیم کتاب هم می‌آموزیم حقیقت و واقعیت هم می‌گوییم این چیزای بسیار مهم است به نظر من برای مثال من شد وقتی من در نه دعوت بودم کنار می‌رم وقتی من را دیدم گفتن از پاکستان هم دیدم در مقابل دفاع مدیسین اصلی معنی داشتم وقتی که هر دنیا من گفتم و تمام چیزی که دوست من بدم سبب چی بود؟ سبب چی بود؟ از ملت کنی برای من ملت ما یا جهربای که تفرد باید دعوای جنگ سوال مردم یک فکرمی یک نسل فقط به این مانده یک نسلی که ما از خودیم حاضر چی داره یک نسل نسلی کنون نسلی که داره جمع برای چیز کردن باید من دیدم که برای چیز این یک آدم برای یک دیگر کنید این آدم من دیدم که این پرابلم هست من برای میگم من میدونم کمون هم میدونم که میدونم مثلا که بود معنی بسن بقول نبید که در جدید و نبود در جدید بسن این باید معنی حیات بسن شاید ایمان توبه بسن بعد توبه بسنده که در رحمتی بسودن این کار بسن این یک مسئله دیگر این فرهنگ موجود این به توافق جواب میشه که این جواب بزنیم لیکن اگر ما اول خروج دینی را بچه بکنیم ما باید فرصت ما باید ویران تحول ویران کنید از اول باید آموزش دنیایی داریم علم دنیایی را دادن در اساس این آنچه که وابسته از این تو علم اخروی را دادن این هم یعنی برای سنتن یعنی که اول که کودک خواهی خانه کنید علم دینی تمام های دیگه قبول نمیکنید میگه همین درستی باقیتی دارد این بسید برای همین اگر سیرا همین کرد میگه باید کسی باید از علمی که علمی دنیایی باید همین برای همین اخوات همین سوال که باید ما از علم دنیایی باید کنم این سیاستن همین دنیا سیاستن خدا این یک مسئله دیگه البته با بیدین نمیشه بسیاری بسیار بزرگ اگر دین نباشه تو نسید میشه باز یک چیزهای دیگری که مثلا در دین هستی امور خود میکنه امور فرهنگ ولی دین در نفسی اصولی در نفسی اون از این میشه رفت باید خلیدی که اسلام انا باید برای مقصدهای خود دین اسلام باید از این برای این برای زندگی دیگه آدم درست کرده اگر دین در زمان تاریخی دین بود لیکن به شکل وجدان میشه بذارید نمیدونی خدا بود نبید طبیعت نیست خودی را رسید وجدان نگاه خیلی کمونسی وجدان مذاب میکرد نگاه تاوش بود یک مفهومه که تمام در دنیا نبود پیداش کنم در نبود لیکن هم یک چیزی بود که به این نمید که فرمت شکلش فقط دیگر بود توش یک چیزه امروز من خدا را چه تصور میکنم من اگر خودخوی بیان بسیار کنم خدا مرا بزرگ من همین در این بودم از خود بسیار کنم هم مسئولیت ایجا کنم یکم نزد به خود نزد به خانه نزد به همسایه نزد به برادر نزد به خود نزد به کار آخری حیات باید این صورت باید دوام کنید
انا همون الصورة بجيب كنت بدايين كلية المفروض يعمل والله كده في ناس بيبقى ديبريشن في الطريق اصلا ديبريشن في السن في السن ده ما بقى ما بقولش ديبريشن هو اصلا دي هو دي وهو हम लगे तो बड़ा अच्छा सुंदर है बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कामों की महामारी वक्त की इंसान ये था इतना कुछ वो कुछ बड़े लोग लेकिन इंसान नहीं हम लोग नहीं हम लोग ये बड़ों को नहीं कोई लोग नहीं है हम लोग हमारे सरकारों की सरकारों में या ما بدنا نمشي شوفنا مجال زي عمود شيء بنشوف كويس مثلا زفر دين ما بدنا نمشي نشوف في دورة راسني مثلا حاجة راسني بيجي ديزاين بس بيجي لي أضمن جيران يجي بنقول مرمى لي طب خدوا ده مثلا في سير موسيقى عم تعرف دوسنا عم تعرف فقط كلمة هاي ده اليوم ده ده ये सारा बरूच है बरूच की आखिरी को बरूच में खाओ हम भगवान के जमाने बोले वक्त ना दो फिर जो बड़ा बड़ा जो शिक्षा की हम थोड़ा और जो बड़े हैं जो शक्ति नहीं है जो जो है प्रोस्ता मालूम खुद नहीं समझती दिन और दान चाहिए अज्ञे उदार मालूम इंसान है वक्त الوقت ده ومن يجي حد ما وصلنا نموذج مثلا بس شايفين جنبنا يوم مثلا وإذا كنا نقول عن ذلك الأزواج مشكلة الجنس الأسبوعية وغيرها إن يكفي أوتيا يكفي صعب أحسن إذا تيجي سنة بهم إذا تيجي إنسان يشتغل بهم معلوم بهم هو مجرد تكون مراد معلوم جدا إذا ما نقول أنا بسأل حافظ رحمتي توجد لكن أنا حافظ المستوى كل نوعي إنه مثل هذا إنه مراقب خاص في قبول كلام يكون هو معلم بالشيء هذا هو كل اسمه كلام هو كنت مدين في جامعة كثير فريمك كثير المراقب كثير أقول هذا من زمان هذا من زمان هو قال لي إنه فريد مثلا بيت الصعود ولا مثلا بيت يعني أنا ما كنيسة خوي ما خوي تجيء معلومات برهاني مو جاكين من الجامعة كلمة كلمة وسمعتي معلمتي لو زاد بيجي بدل معلم أصلا الصوت أبغى يودي كده أنا كلامي لله يسوع أنا مجموعة أهلنا معلش يا أنتم مسألة كذا أو جيت حركة كي مسؤولية أكيد كما ضرورة حتما كذا أكيد ضرورة أجا مو مثلا كوسا ده موضوع نجيني روز نجوم شيء بقوله إنتو ده ملاكتي هذا أقول بجاب هذا الصورة بقول أنا أفكر هذا ملاك أبيني كه أنا هنيا كذا كهذا الصورة زمان دار كمانه وين كويسون هو اللي دار نادر جا كان في زمان داونتي زمان كويسين بدا كل أمور تبصره لكن همومي رغبات أمر توجيهنا لكن بو بدينا همي يقولون لكن ملاك هم بارهم نخلي روشي ولكن هم داو زمان ده هم داو زمان مسئول دینی مستحکمه اول ما باید تفاهم کنیم دین دیگر خرافات دیگر دین حدیث خرافات دیگر نمیکنه یکم اینجور خرافات دوسته چیه میگه همه اون چیزی که حیات اجتماعی حیات مادی خودمون میگیریم و در حیات معنوی نمیچسبون نمیشه خرافات برای مثال دادیم برای اگر انسان تعریف خودمون میگیم دین باید نمیریم هر کسی که جامعه فدراسیون هر کسی تو باشد کلمات نپرسه مثلا تکل پنجم کسیما یادم خیلی هفت چیز تو نبود همین کلمات باید مردم توجیه نبود
فقط که اگر اون مرده میده همون کویستانه ما شد همون مردم تاریخی که در کشور شده نمیده اگر اون مرد مرده میده دو این دیگه مرده این قربان برسن خانه دو پرسن میکنه و خروج این چیزا ها پیدا شد برنامه دین که چسبش که دین نامه حالا که خدا در جهان که فرزین اطور برای ما چون میتخد بیان کرده دین چیه؟ ساعت حق را بجا آوردن است بریدن از خیش روزه کردن است چی توانگو با شیطان جهاد چهارمی نکی و خلق نمرود این ایتون چیز نفهمید نیست اصل دین همه قدر چیز است نگه اصلا میوتی مو هر کسی باید حقیقت ویروس کنیم مثلا سال 37 یک دوره بود که بنامی وقتی خونه ملت بیشتر تمام همه خوبه بود رفت کسی هم که بلوغ بود رفت کسی هم که با عقل بود رفت کسی هم که دزدال ملت بود رفت حتی اگر که بود رزیز که های با خالص استاد تاریخی همه خونه همین تدریجی همین چقدر از اون بود بگید چی جانش خلاص کرده بس نه لونتی از اون کرد اون دیگه در خونه باز ها خوب ببینه که تا کدام درجه اینجا همون دوره همین چیز از بین رفت این روزا میگم که جویی فقط خطره ما زمین که داره شما اگر شما درست اگر شما درک کنه طوری رسم دیگه بزن چی؟ مردم بوده دو تا از مقصد کنه که بوده من میگه طرف قیامت اختیار کنه دین داره ایش میگه ما طرف دین اختیار کنه حالا که همین خود جدایی هست این ممکنه برای مثل یادی وقتی که همون سوگان دینه نکنی من اصلا آنها رو خواندگیم هر که میگم کدام معلم چی میگی با کدام رو واجبه طلبه را دست میشه اول طلبه فایده میدونن بعد جو جانب هزار مولایی که میشنون کار دیگه میتونه جسد درجه برسه فقطی یکم میگه که ما باید مفهوم دینی درست داشته باشیم نه همینه بسیار یادی وقتی در دوره پیش دوره که تا حافظین عین مدرسه بخور بگیره خودش شده اول مثلا کجای بردازی میخوندن بعد کتابای فرم ملف مختصر فقه میخوندن فرض میخوندن نحو میخوندن بعد حدیث میخوندن همین تفسیر که تمام کردن بعد شروع میکردن به کتاب عقیده بعد تعلیم میکردن عقیده امام ترمذی و تو بخش عقیده یا امام طحاوی و عقیده امام نصفیه این شرح میدادن این درجه عالی بود که اون وقت بود فقه اکبر حضرت امام اعظم میخوندن در درجه عالی ها عقیده ماتریدی و که عالی برای که کمتر از موضوع نداره بس آمار بشید ما حالا ما جمله ما خواهیم کنیم همین چیزا وقتی که همین معذره گذارشی همین معذره و زیاد گذارش نداریم همین که معذره گذارش میرسیم که این کجا دوله از اونسا 17 هزار حرفی که دیگه دوله میلاد نیستو میلاد تولی که همون وقت پایدونیت نیوز بسیار خوندن که اصلا چه نیموزن اگر باید تو بودن ترکی باید کتاب دنی مستر بودن لکنی چقدر میگه همون دعوت که دعوت بودن این محاوره دیده آیا گوش کنه همون دیگه اصلا ترجمه نهمی برای خاطر اون که مفهوم بودکار مسلمان بیدار کنه یا کتاب نسخه در دینی در درجه دینی یکم عقیده ای بود که تروریستی عقیده جزئیات که باور جدول کنی فقط خدا رو میشن چی 80% ما تعلیم دیگه تعلیم خاصه خانگیان تعلیم میشه 80% 40 ساعت همین فقط اون عقیده 40 ساعت همین اما اگر این شکلی نگاه کرد بگو که همین